یک سوالی پرسیده شده بود که آیا در هیپنوتیزم میشه به زندگی های گذشته برگشت؟ خب ببینید، یعنی که ما قبلا هم یعنی واقعا زندگی کردیم یا این فقط یک توهم ذهنی هست؟ خب این سوال خیلی خوبیه، چون وقتی که ذهن انسان در حالت هیپنوتیزم عمیق قرار میگیره وارد لایه‌ای از آگاهی میشه که فراتر از حافظه فعلی هست. در اون حالت مغز از فیلتر زبان عبور میکنه، موجهای مغزی از بتا و تتا میرن همون محدوده‌ای که در خواب عمیق یا تجربه نزدیک به مرگ دیده میشه و اینجا جاییه که اتفاق عجیبی رخ میده. برخی افراد با جزئیاتی دقیق از زندگی‌هایی حرف میزنن که هیچ سابقه‌ای در ذهن فعلیشون نداره. نام مکانها، زبانها، حتی احساس مرگ و تولد دوباره. از دیدگاه علمی شاید این پدیده ناشی از دسترسی به حافظه ژنتیکی یا فیلد جمعی اطلاعات باشه، چیزی که آقای کارل یونگ اونو ناخودآگاه جمعی نامید. اما از نگاه متافیزیک اگه بخوایم بگیم، این میتونه نشانه ای از تداوم آگاهی بعد از مرگ باشه. هیپنوتیزم فقط دریچه‌ای به ناخودآگاه نیست، دریچه‌ای به آن سوی زمان هست. شاید روح فقط بدنش رو و آواتارش رو عوض بکنه، نه آگاهیش رو. پس تناسخ اگر واقعا وجود داشته باشه درون ذهن تو پنهان است، درون حافظه‌ای که از مغز مرگ عبور کرده. پس دقت داشته باشید.